دوستانی عزیز با دل گشاد دعا میکنیم. ای پروردگار عالم، من برای نجاتم محتاج تو هستم و بخشش تو به من لازم است، چون که تو مقدس هستی و من گناهکارم. ای خدایا، امروز چشم دلم رو برای تو گشودم که تو را مدد توانی. مرا ببخش، گناههایم را ببخش. من از همه گناههایم توبه میکنم و فکر و دلم رو نسبت تو دیگر میکنم و بخشش عیسی خداوند رو قبول میکنم. از تو خواهش میکنم که دلم رو با خون عیسی پاک کن. من میدانم که او برای گناههایم قربان شد. من میدانم که برای نجات یافتن هیچ کاری کرده نمیتوانم و جز تکیه کرده به عیسی خداوند و این عمل رو به دست او دادم. ای خداوند، تو گناههایم را بخشیده ای و با من حیات جاودانی عطا کردی. برای همه این من از صمیم دلم با ایمان کامل و حمد و ثنا میگویم. به نام عیسی مسیح، آمین.